فرمانده سرزده همونطور که گفتی خودتون حلقه های با قطر 17 سانت. ببینید این دقیقا 17 سانته، همون قطر که شما گفتید. این حلقه ها مناسب سایزهای 3 لیتری و 5 لیتریه. برای تمام این سایزهایی که شما اینجا میبینید مدل SMP و چیز که کوتاه و بلند هستش، این 3 لیتری، این 5 لیتریه. 3 لیتری های مدل دیگه هست که 3 و 5 لیتریه که به صورت با سوانه کوتاه است. 3 لیتری و 5 لیتری مشهد هستش که باز میبینید همینه. اینا همه قطراش 17 توی 3 لیتری و 6 لیتری مدل سسیف هست که اینجا ما داریم، از قبل از 5 لیتری های استوانه‌ای که ما اینجا. اینا تماما قطراش عرض کنم که 17 تا 17 و نیم. حالا این 17 تا 17 و نیمی که الان شما میبینید، ببینید اگر ما بندازیم اینا داخل حلقه ها، این رو حلقه میشینه، منتها یه مقداری خب بازی داره. اینا موردیه که اگر دستاش بشکنه احتمالاً شاید راحت تر بشینه بدون دسته باشه. وقتی میرید رو سایزه به این شکل ببینید کامل فیت میشه، کامل مناسب اینه، هم 3 لیتری هم 5 لیتری. ببینید قشنگ نشسته تو کار. یه مدل 5 لیتری هم که ما اینجا داریم که هم پشتش جا هولدر خوره که هولدرهای مخصوص سسیب قدیمو داره و این هم باز میبینید کامل نشسته تو کار. حالا چه ارزی ندندازی چه ارزی داره. و مدل مشهد هم اگه بخواید باز تو همه حلقه بندازید میبینید کامل میشینه، دور تا دورشی گرفته، چه سهش و چه پنجش. ببینید من اینا رو کامل براتون می‌بینم و حتی 3.5 لیتری ها و 6 لیتری های مدل سسیب که ما قدیم میزدیم و حالا الان شرکت دیگه ای میزد. اینا همه به این حلقه، یعنی حلقه باشه. شما اگه بخواید سایز 7 لیتری رو استفاده با 12 لیتری قطعا باید این حلقه رو عوضش کنه و یه حلقه بزرگتر بزنید که به این بخوره، چون قطر این مورد به جای 17 الان 24 24. پس این حلقه باید عوض شه.